همه شما دوستان عزیزم، بالاخره اومدم تا مهاجرتم و خدمتتون بگم. خب من علی همایون، فارغ التحصیل پزشکی عمومی دانشگاه شهید بهشتی، ورودی مهر 94م، پارسال سال 1401 شهریور فارغ التحصیل شدم و بعد از فارغ التحصیلی طرح رو وثیقه گذاشتم 450-60 میلیون تومان حدوداً و بعد از اون هم چون پلن مهاجرت داشتم از اول و مقصدم هم امریکا بود، شروع کردم به ایمیل زدن. من از بعد از فارغ التحصیلی ایمیل زدنم رو شروع کردم. توی بازه 6 ماهه بالغ و 900 تا ایمیل زدم من و 5 تا پوزیشن پیدا کردم که از بین اون 5 تا پوزیشن که اینترویو کردم بین 2 تاش در نهایت انتخاب کردم و در حال حاضر ریسرچ فلو هستم. پستاک ریسرچ فلو هم در دپارتمان جنرال سرجری دانشگاه بثیسدال دیکنس مدیکال سنتر، زیر مجموعه هاروارد. به صورت کلی بخوام بگم پستاکتورال فلوی دانشگاه هاروارد هستم در رشته سرجری و تخصصی تر بخوام بگم باریاتریک سرجری، همون جراحی چاقی. و اون سری مهاجرت من بعد اینکه ایمیل زدن رو شروع کردم، یک بازه خوب طول کشید تا اینترویو شروع بشه و بعد اینکه پوزیشنم اوکی شد وقت سفارت گرفتم. 25 اپریل رفتم ارمنستان، یربان سفارت و اونجا یه بازه 2 ماهه توی کلیرانس بودم. بعد کلیر شدم، پاسپورت رو فرستادم، بلیطم رو گرفتم، همه چی اوکی بود. ولی خب یهویی پاسم خالی با نامه ریفیوزال و ریجکتی برگشت. دیگه خیلی ناامید شده بودم چون پوزیشنم واقعا پوزیشن خوبی بود، پوزیشنم از همه نظر خیلی خوبه. و اینجا تو پرانتز بگم که خب پوزیشنم سلف فانده، یعنی با فاند داخلی اصطلاحاً. اینجا من در حال حاضر فعلا چیزی نمیگیرم و همه پوزیشن‌های جراحی مثلا تو هاروارد اکثرا اینجوریه، جراحی عمومی که اولش نان فاندن مگه مثلا اتفاق خاصی بیفته تا از اول فاندد باشه. خلاصه من رفتم و ریجکت شدم و خواستم پلنم رو شیفت کنم سمت پی اچ دی و پی اچ دی هم اقدام کنم و ببینم اگر نمیشه دیگه اصلا کشورهای دیگر رو امتحان بکنم. که خلاصه یه بار دیگه در کمال ناامیدی 16 اکتبر رفتم سفارت آنکارا و بعد از 1 ماه کلیرنس ویزا شدم و الانم تقریبا 4-5 هفته است که کارم رو 4-5 هفته است که اینجام. 1 ماهی که کارم رو توی لب شروع کردم. من کارم توی لب کار بیسیک ساینس. بچه ها 2 نوعن اینجا، یا کار کلینیکال میکنن، مریض میبینن، روی دیتا کلینیکال کار میکنن و کارشون نوشتن مقاله و آنالیز دیتاست، یا مثل من بیسیک ساینس پوزیشنشون فارسی انگلیسی قاطی شده. خلاصه و ما که بیسیک ساینس کار میکنیم روی سل کالچر و زیر هود و تعریف دیگه چجوری بخوام توضیح بدم، میدونید کار تو محیط آزمایشگاهیه در کنار نوشتن مقاله و آنالیز دیتا. و برای ماهایی که تو ایران هدف پزشکی خونی و زمینه بیسیک ساینسمون اونقدر قوی نیست، خیلی سخته که یهو از صفر تقریبا بخوای شروع کنی. و اینجا هم خیلی کم بهت یاد میدن و خیلی ازت توقع دارن. حداقل سیستم هاروارد اینجوریه که اگه خیلی شانس بیاری حداکثر 1 بار بهت یاد بدن، یعنی وظیفه خودشون نمیدونن که بهت حداقل چیزای بیسیک مثل سل کالچر و پلیتینگ و کار با میکروسکوپ کانفوکال اینا رو بخوام بهتون یاد بدم.
و خلاصه من اومدم و اول خیلی سخت‌تر بود، الان تو این 2 هفته خیلی راحت تر شده، کار بیسیک رو یاد گرفتم و در حال ریسرچ هم اینجا و واسه 1-2 سال آینده هم مشغول ریسرچ باقی خواهم موند، حداقل 1 سال که اینجام. حالا برای سال بعدش فعلا تصمیم قطعی ندارم و پلنم هم برای آینده اینه که اگر فرصتی باشه بتونم برای رزیدنتی جنرال سرجری مچ بشم. و اینجا هم خب سیستم اینجوریه که برخلاف ایران که آزمون هست واسه دستیاری و رزیدنتی، اینجا آزمون نداره. اینجا شما USMLE استپ 1 استپ 2 و OET رو میدین. استپ 3 بود که از زمان کووید دیگه رفت کنار و به جاش OET اومده، خیلی خوب شد. و شما این آزمونا رو که میدید ECFMG certified میشید و مدرکتون همه جوره اوکی میشه و اجازه طبابت هم یه جورایی به شما میدن، ولی خب اینجا به عنوان جی پی نمیتونید کار کنید. در امریکا و اروپا مثلا چیزی تحت عنوان جی پی نداریم، شما حداقل باید فامیلی فیزیشن باشه. واسه همین در اصل این مجوز رو به شما میدن که وارد رزیدنتی بشین. برای رزیدنتی خب سی وی تون مهمه، ریسرچ هایی که کردیم و از اون ور نمرات USMLE مخصوصا استپ 2 تو مهمه. استپ 1 که الان پس و فیل شده نمرش مهم نیست، ولی خب استپ 2 که نمرش خیلی مهمه براشون. از همه مهمتر ریکامندیشن لتره. ریکامندیشن لتر یعنی نامه هایی که اساتیدی که شما رو میشناسن باشون کار کردی یا هر چیزی به شما میدن و کانکشن هایی که شما در این مدت برقرار کردی، یعنی ساپورتی که اساتید از شما میکنه که خب به این راحتی هم نیست جلب اعتماد استاد که بخواد هم کتبی هم شفاهی شما رو ساپورت بکنه. و خلاصه با این پکیج شما برای پروگرام‌های مختلف درخواست میدین و حالا یا مچ میشین یا نمیشین. و مچ سرجری هم به 2 صورت، پرلیم و کاتگوریکال. پرلیمینری اینجوریه که شما 1 سال میرین، یعنی سال 1 رو انجام میدین، شبیه اینترنشیپ کارهای سال 1 رو انجام میدین، ولی سال 2 قطعا نیست. حالا یا شما رو میگیرن یا شما نمیگیرن، ممکنه شما بری سال 1 و بعد مچ نشید همونجا. ولی کاتگوریکال نه، مثل رزیدنتی عادیه، همون 5 سال رو شما میرید و استارت میزنید و سال 1 2 3 4 دیگه تا آخرش میرید. این کلیات این داستان هست. برای رشته های مختلف در حالا ساب برانچ ها و اسپشیالیتی های سرجری بخوام خدمتتون بگم، خب مثلا فرضاً جراحی پلاستیک ما 2 صورت داریم. یه اینتگریتده که شما یهو 6 سال میخوام جراح پلاستیک میشید، یا هم میتونید اول 5 سال جنرال سرجری بخونید و بعدش برید فوق پلاستیک بگیرید. یا برای مثلا واسکولار و عروق هم این ماجرا هست. این پروگرام اینتگریتد سریع‌ترن و خیلی کامپتیتیو، خیلی رقابتی هم و به این راحتی به ما IMG ها نمیدن. IMG ها کسایی هستن که جی پی شون رو خارج از ایالات متحده آمریکا گرفتن و شما میتونید اصلا اینجا به دنیا اومده باشید ولی مثلا حوزه کارایی فرضاً خوندید و IMG به حساب میاد و کارتون خیلی سخت داره و خیلی هم منطقیه، چون اینجا سعی میکنن کسایی رو بگیرن که خودشون تعلیم دادن و مورد تایید خودشون بوده از اول، چون اینا واسه ورود به پزشکی هم یه آزمون میدن اسم امکد و در حد کنکور ما حتی سخت‌تره و رقابتش خیلی بیشتر. خلاصه خیلی اسپشیالیتی مختلفی بعد از جنرال سرجری شما میتونید برید. جنرال سرجری معمولا 5 ساله، بعضا تا 7 سال ممکنه طول بکشه، وسطش 2 سال شما ریسرچ دارید و بعد از این بازی رزیدنتی شما میرید واسه فلوشیپ. خب من یکم جزئی‌تر بخوام روند مهاجرت به امریکا رو الان خدمتتون بگم، شما اول از همه به سی وی خوب نیاز دارید. سی وی خوب تعریفش چیه؟ خیلی پارامترها داره. مهمترین پارامترش تعداد و از اون منتج کیفیت مقالات شماست. شما ممکنه 1 2 تا 3 تا 4 تا مقاله داشته باشید ولی مقالات اورجینال باشن، مقالاتی باشن که سایتیشن بالا و جای خیلی با ایمپکت فاکتور بالا چاپ شدن و این مقالات اگر همراستا باشه با رشته‌ای که شما هم میخواید
بخونید و پوزیشنی که میخواید بگیرید خیلی خیلی بهتره. 100% نباید هم راستا باشه، ولی باید حداقل یه جورای غیر مستقیم ربط پیدا بکنه. ولی خب اگر مثلا فرضاً شما من اومدم داخل کلینیک ها ریسرچ کردم و دنبال پوزیشن جراحی هستم، میشه یا نه؟ میشه. کیس من تقریبا اینجوری بود، من ریسرچم کلینیکال بود ولی خب الان پوزیشن جراحی دارم چون یه جورایی به هم مربوط بوده، تو چاقی به هم رسید. anyways شما به یه سی وی نیاز دارید و حداقل 2 تا 3 تا مقاله میخواید واسه شروع کردن به اپلای کردن. بعد اینکه سی ویتون خوب شد شروع میکنید استادای مختلف رو از سایت دانشگاه ها جاهای مختلف پیدا میکنید که حالا باز برای اینا ویدیو میذارم و روز خدمتتون میگم. استادا رو که پیدا کردین با یه کاور لتر خوب شروع میکنید به ایمیل زدن توی سری تایم‌های خاص و سی ویتون رو هم اتچ میکنید و منتظر میشید استادایی که جای خالی دارن بهتون اینترویو میدن. اینترویو که دادن و همه چی اوکی شد شما رو میگیرن و پوزیشن هایی که میتونید بگیرید همونجوری که قبلا گفتم یا کلینیکال یا بیسیک ساینس و یا سلف فاند، یعنی هیچ پولی بهتون نمیدن، یا پارشال فاند یه مقداری از فاند رو بهتون میدن، یا فول فاند یعنی هزینه های ریسرچ رو که کامل بهتون میدن همیشه، ولی هزینه های زندگیتون رو هم میدن. هزینه های زندگی رو که حالا بستگی به ایالت و نوع پوزیشن فرق میکنه ولی میانگین دوروبر سالی 40 تا 50 هزار تا بعد از تکس معمولا براتون میمونه این مقدار که قشنگ هزینه‌هاتون پوشش میده، مقدار خیلی خوبی. ولی به غیر از این اگر بخواید بیاید سلفان هزینه ها رو خودتون باید ساپورت بکنید. و قضیه مهمتری که هست در کنار این مشکل مالی اینی که الان مخصوصا در حال حاضر که حالا تو لایوی هم که با خانم دکتر تاجیکنیا داریم ما راجع به صحبت میکنیم اینه که پوزیشن های غیر فول فاند ها پارشال فاند سلف فاند خیلی سخت دارن ویزا میشن در حال حاضر و واسه همین بیشتر تمرکزتون رو بذارید برای پیدا کردن پوزیشن های فول فاند، هم از نظر مالی و از اون مهمتر به خاطر ویزا. و بهترین تایم هم اوایل مارچ یا مثلا نزدیک مارچ هست برای ایمیل زدن، چون مچون تایم اتفاق میفته و یه حجم زیادی از کسایی که تو پوزیشن ها بودن مچ میشن میرن برای پروگرام رزیدنتی یا خیلی جا خالی میشه. یعنی شما از بهمن و اسفند دیگه باید شروع بکنید به ایمیل زدن. تقریبا همین تایم ها بهترین تایمش هست تو کل سال. ایمیل ها رو میزنید و براتون بعد از انجام شدن کارهای DSP 16 صادر میشه و با DSP 16 میره سفارت و بعدم که ساب میکنید اگر درجا ویزا شدید که بهتر، ولی اگر پسر هستید تقریبا احتمال 0 که درجا ویزا بشید. میرید کلیرانس و بعد از اینکه اون بازه AP تون ادمنستریتیو پروسستون تموم شد انشالله ویزا میشید و بعد تشریف میارین اینجا و ریسرچتون رو شروع میکنید. حالا یا تو بازه که تو ایران هستید میتونید برای USMLE استبان و سپتامبر هر کدومش بخونید، هم میتونید ثبت کنید بیاید اینجا بدید. من خودم ثبت کردم چون از ویزا مطمئن نبودم و الان که اومدم اینجا دارم کم کم شروع میکنم برای خوندن USMLE ها. و هم حالا باز سوالی اگر دارید من ایمیلم رو براتون میذارم همینجا توی کامنت ها، هم میتونید از من بپرسید، توی دایرکت پیج اینستاگرام هم میتونید از من سوال بکنید و امیدوارم که موفق باشید.